مطلوبه اورونووا ساکن 45 ساله شهر خوجند را برای تشکیل معرکه نونشکنان و سفید بران جریمه بستند. در این باره اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت خبر داد. در این ثبت‌های اپراتیوی که ظاهراً از جانب یکی از همکاران مقامات از بنای روبرو ثبت شده است دیده می شود که یک ماشین رنگش سرخ با میمونها در نزد یک بنای بلند قبته من می کند و از داخل آن چند دسترخوان را می فرارند. در صورت همچنین لحظه های در روی حوله آن بنا پختن خوراک برای میمونان معرکه و توسط تریزه به یک خانه در قبت یکم بنا دادن کاسه های خوراک دیده می شود. در ادامه گزارش یک گروه میمونان در حال ثبت شدند که در داخل خانه در گرد دسترخوان پرناز نعمت برایشان آراسته شده نشستند. اکبر شریفی گفت بر اساس ماده 10 قانون تنظیم و جشن و معرکه و برگزاری معرکه های نونشکنان و سفید بران قانونا منع کرده شده است، ولی برخی شهروندان برخلاف این بند قانون یا پرده پوشانه معرکه نونشکنان و سفید بران را برپا می کنند. از جمله اورونو و مطلوبه سال تولد 1979 ساکن محله 18 شهر خوجند روز 24 فوریه سال 2024 در خانه‌اش معرکه فاتحه توی را که با نام نونشکنان معروف است گذرانیده است. اکبر شریفی گفت این حالت ویران کردن قانون تنظیم را کارمندان بخش حفظ ترتیبات جمعیتی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آشکار کرده نسبت به صاحبخانه بر اساس ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب دادند. به مطلوبه اورونووا بر اساس ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای ویران کردن قانون تنظیم جریمه به مبلغ تا 7920 سامانی تعدید می کند. اخیراً دادستانی ولایت سوخت خبر داد که در دوام یک سال آخر در شمال تاجیکستان بیش از 200 مورد ویران کردن قانون تنظیم و رسم آیین ثبت شده است. قانون تنظیم و رسم آیین که سال 2007 قبول شد، سال 2017 طلباتش باز هم شدیدتر کرده شد. از جمله قانون‌های عجیب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه به باد مسخره کشیده می شود. حامیان حقوق نیز این قانون را یک علامت برجسته دخالت مقامات به حریم حیات شخصی مردم و نقض حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان تاجیکستان می نامند.